این کانال مزخرف و حال به همزن دیگه داره اعصاب منو خورد میکنه. هی همش داره به رهبر معظم انقلاب توهین میکنه. اگه ببینم یه بار دیگه این یوتیوبر بیکار و علاف دوباره ویدیو ساخت بر ضد مقام معظم رهبری، من این یوتیوبر رو تهدید میکنم. من تهدیدش میکنم، ازش اطلاعات شخصیشو میخوام. نه، به من بگین. میخوام اطلاعات شخصی همین یوتیوبر که اسمشو گذاشته رهبر شکست خورده رو میخوام بدونم. میخوام بدونم کجا زندگی میکنه، اطلاعات شخصیش چی هست، مرد زنه، کی هست. نکنه شاید یه بچه نوجوان ما رو سر و کار گذاشته. نه، نکنه تهران جای چیزی زندگی میکنه. من که میدونم تهران زندگی میکنه. نه، فقط من اطلاعات شخصی و آدرس خونهش رو میخوام. من لوکیشن خونه این آشغال رو میخوام. این بیشور بیناموس، من چیزش رو میخوام. من آدرس خونه اینو میخوام.